عجب آهنگ پیشواز گویی هم داره. خایمالی از سر و روی یارو میباره. آقا سلام. سلام قربان. چاکرم. خیلی فاکرم. باشه اختیار داری. نوکرتم. خسته نباشی، شبتم بخیر. شما پژو 405 آگهی کردی تو دیوار؟ آره تو دیوار پژو 405. خب هول میشی چرا؟ به کیرم که آگهی کردی؟ خب هول میشی چرا؟ چی بود؟ آره چیکار کنم؟ آگهی کردی، به ما ربطی نداره که. 405 آره. خب به ما چه؟ تو زنگ زدی میگه آگهی. من زنگ بزنم تو گو میخوری جواب میدی. چی نمیگی اصلا؟ آقا مگه شما پژو 405 آگهی نکردی تو دیوار؟ آره خب به تخمم که آگهی کردی. تو تخمت چی میگی تو؟ آقا شما پژو 405 آگهی کردی دیگه. آره 405. خب به تخمم که آگهی کردی، چیکار کنم کونی؟ سرش بمونی. به ما ربطی نداره که توی کونی برداشتی آگهی کردی. گوخوری یا کسخولی یا داشت قطع کن بابا کسخل، ولمون کن تو رو خدا. زنگ زدی برو بابا کسخل، گو میخوری پژو آخه آگهی میکنی تو دیوار. بچه شدی کون گشا. عجب آهنگ پیشواز گویی هم داره. خایمالی از سر و روی یارو میباره. آقا سلام.